کمرک تونه باز بکنین مرد. خیلی ببینین کمرک ندارید لایف ما بالا نشو هست. ما دیگه حالا کوشش میکنیم کمره حرف بزنیم معلوم شوه. درود باز کنین کمریتونه. خیلی ببینین روی سیب اینه کمریتونه باز کنین. اینو مایکتونه روشن کنین. حالا بشینین گپ بزنین. باز کنین کمریتون عزیز. بندازش پایان دیگه عزیز ما مصروف است. بالا که میایی آمادگی یک طبیعی خوب خود راحت بساز. باز پیش بیا. درود بر شما. السلام علیکم. علیکم السلام. کمریتون آن کنین. خیلی بفرمایید هستم. اما میتونم ولی نه برادر نه پایان میایم خودم همچنان میبخشم. خواهش میکنم. اینا خیر ببینین. دوستا مرا یک دقیقه اجازه بدین خودم بالا میارم اگر اجازه شما دوستا باشه. مرا یک دقیقه در قسمت انتخاب مهمان ها اجازه بدین. من مهمان ها را خودم بالا میارم و میتونم کمرشون راحت بس بکنم و ببینم که چه از قصه. خاطر از اینکه باز یک تعداد دوستا گله میکنن فقط خودم اجازه بدین که من بالا بیارم و همراهشون صحبت بکنم. خیلی ببینین. درود بر شما. سلام علیکم یار سے. علیکم السلام عزیز برادر. کمره تان کو مرد بزرگ. کمریتون آن کنین. آن نمیکنین کمره. هر کسی که بالا میه کمره کار دارم باید تصویر دان باشه. این پسند سفرم دوستا کم بلند ببرین 1 میلیون شوه. دوستا مرا اجازه بدین خودم بالا میارم. نی براتون گفتم که مرا اجازه بدین من خودم بالا میارم. کمره فقط ما کسایی را دوست داریم که کمره داشته باشه. آقای سنگی را یک میشنیم. جوان سر بلند ما هستن. آقای سنگی درود. درود سلام خدمت یاور صاحب بزرگوار. کمریتون آن کنین که دوستا هم چهره مبارک تونه ببینن جناب آقای سنگی بزرگوار. حتما چرا نه. مشکل رفتارتونه. قربان سلام. خیلی خوشحال هستم میبینم تقریبا. خیلی وقت است که دیدارت ندیده بودیم. خواستم یک ادای احترامم بکنیم بیایم ببینیم. مصروفیت ها زیاد است. خیلی وقت ندیده بودیم. امیدوار هستم که جور صحتمند و از گزند روزگار در امان باشی. لطف میکنی مرد بزرگوار. خداوند کبتان نکنه. ما هم دانشگاهی هم قرارگاهی هم باشگاهی. بیادر رنگ میرین که سنگی صاحب معرفی کنیم. این دانشگاه و قرارگاه میریم. قرارگاهی همون دکو داریم. دانشگاهی هم میرین ما در خدمت هستیم. لطف شما سلامت باشی. خواستم سلام یک مرد بزرگ از دیار سرزمین پنجشیر به خدمت برسانم. محمد داوود پنجشیری برادر کوچک غلام دستگیر پنجشیری. قربانتان شو. بسیار مرد بزرگوار است. احترامات قلبی را برشان تقدیم بکنین. سرشان بلند باشه. سنگی صاحب یگان ما خودت ما همیشه در چی میگن در دسترس خودت قرار داریم. بیدنگ میتونی بسیار راحت همیشه یگان زنگ بزنیم یگان گفتمان میکنیم. سنگی صاحب بزرگ حتما ان شاء الله ما تکسات به دیدارت میم. حتما شما را نزدیک هم داریم ان شاء الله میم بخیر. هزار دفعه هر وقتی که اومدی بخشاس فقط ما را یک روز پیش اول بده دیگه ما در خدمت هستیم. آرزو و ارمانی که من در لایف داشتم همین تصمیم داشتم که کسایی که در لایف میان تصویر مبارک خودمون بزنن. بحث با تصویر لذت بیشتر داره. مردم بفهمه که
از کدام جناح هست، از گرم گروه. یک بزرگوار مشاور نه پست مشاوریت گرفته، یک رقم یک کمکی طرفی طرف بری میگن نشد. فقط باید تصویری باشند، برنامه هم باید تصویری پیش برده شود. دقیقاً ما وقتی گرانبهای تا نمیگیرم، گفتنی خاص من ندارم، میگم سلام مرد بزرگوار خاص برات برسانم. قربانتان شم. حافظ ناصر ان شاء الله ما هستیم. لطف میکنیم. خداوند کمتون نکنه. مواظب باشید سنگیس بزرگ. سنگیس و جمله قهرمانای ورزشی ما هستند، افتخار هستند، میبالم برشون و خداوندگار بزرگ اینا را همیشه سربلند و کامگار و سرفراز داشته باشه. خداوند اینا را از روی ما نگیره. دوشادوش با هم مبارزه میکنیم، پیش میریم. بس ما نیست که ما کس را زیر ذره ببریم، فرنگ کس را زیر سوال ببریم، نه، بس ما حقیقت جویی است و ما دوست داریم حقیقت ها را بپذیریم و بر حقیقت بحث بکنیم. همین که چیزی نداریم. شما لطف بکنین کامرا یک تان آن کنین جوان عزیز سربلند. کامرا نداشتین پایان میرین رفیق. اصول بعد از همی است. دشنام میزنی، توهین میکنی، ما دقیقا 100 سواد ها بفهمیم دیگه. هر روز نمیشه که شما بسیار آدم به عقل هستی، کلان آدم، به خدا گرد. چی بگویم دیگه؟ آقای جوالی را میاریم، از جوالی سیدم خواهش میکنیم که تصویر یک خودشان آن کنن. قربانت یاور عزیز، ما همیشه با چهره مردانه خود با تصویر مردانه خود و با لباس مردانه خود چشم به چشم خود دوست ماستی با دشمنا گفته آمریکایی ها فیس تو فیس جنگیدیم. یاور صاحب دلیل میشه که ما آمدم در لایف خودت، ما تقریبا از کار آمده بودم، در خانه بودیم، یک لایف رواز کردم. یکی از هموطنهای ما با بسیار الفاظ رکیک عکس خودت هم مانده بود، میاین تاخت و تاز میکنن، توهین و دشنام میتن. ما همیشه وقت دیدگاه مرا خودت میفهمی و ما خودت یکدیگر معرفی هستیم. هیچ نوع مخالفت در راستای مبارزه نداره، مبارزه که هست. ما از همین دریشه تریلیون خودت بر دوستا ایره میگم که اگر با فاشی و توهین و تحقیر به جایگاه میرسیدیم، تیمای دیگه داریم که فاش هستن. برادر وقتی که در لایف یاور میایی در اینجا تربیه رو یاد بگیری، در وجود در پولی ازی که بسویتی تا یاد میگیری، تاریخ یاد میگیری، باید از تربیه رو یاد بگیری. یکی از موضوع بسیار مهمه که من روز مرا جگرخون که از کار آمدم مطالبه واسه مکنو کشیده بودم، چایل کردم که یکی از وطندارای ما حرامی خطاب میکنه. او برادر می کسی که افغانیت قبول داره یا نداره مشکل خودش است. تو کارت میکنی، مزدان گرفت جان برادر کار کرد. حالا میایی که میکنن یا نمیکنن حق توهین هم ندارن. او برادر توهین ندارن. جبلی سه پال ما از میان سوشال میدیا برآمدیم، ولی من درون خانه ها دارم. من یک راهکار متفاوت دارم. جریان خصوصا بحث های مشخص سیاسی و یا هم پلتفرم‌هایی که انسان در رابطه با مدنیت و یا همچنان حقوق بشر مبارزه میکنه، ما هنوزم با جهل و دربدری متاسفانه مواجه هستیم. یعنی بر ما تاثیرگذار نیست. دو یک پدیده متفاوت، یک واژه هست، واژه‌ای که اصلا شکل فیزیکی نداره، اصلا بر من ربط نداره. من تعدیل شوم، بر من کس دشنام بگوید، کسی مرا بد میگه، کسی مرا خوب میگه، اما تنها خطی که بر من مهم است، من به خاطر حقوق انسانی مبارزه میکنم. دیروز هم یکی از اصول های واضح مبارزه است. چی مبارزه سرد باشه، چی مبارزه گرم باشه. ما در طول 20 سال پسین دیدیم بحث می است که ما وقت 75000 نیروی نظامی سربلند است دست میتیم، تفلکایش وقت در به خانه شون باز میشه انتظار پدرش داره. امی بر عنوان کدام دیدگاه های این در قبال از این مسئول است یا نه است؟ امروز آقای کرزی در کنار حقانی چه میکنن؟ چرا فرمان دادن که اینا با طالب جنگ میکنن؟ اینا ندارن، گرسنه هستن، غذا ندارن، در کنار از بود. چرا در قسمت‌های فکتی یک جوان فکتی دردمند باشه؟ چرا در قسمت‌های تاکتیکا یک جوان امروز در عصر مدرن زندگی نکنه؟ چرا مردم از خانواده و وطن و فرزند و کشورش فرار باشه؟ چرا عزت و حرمت و انسان در قرن 21 زیر پا شود؟ چرا ما قلم نداشته باشیم؟ چرا دانشگاه نداشته باشیم؟ چرا ما به عناوین مختلف سرکوب شویم؟ چرا ما جهل هویت صورت بگیره؟ چرا ما به عنوان برادر در یک سرزمین وقت زندگی میکنیم؟ چرا نزاکت‌های به بار بیاید که ما امروز یکی دیگه خود ما را ناراحت کنیم، اذیت بکنیم؟ نه، ما میگیم که عصر روشنگری هست، تمدن پیشرفت کرده، مردم
ذهنیت کلی و خالص رسیدن. امروز نیاز داریم جوان ما را بفهمانیم که دیگه سربازگری صورت نگیره. یعنی بحث وقتی ما بحث هویتی میکنیم، بحث هویتی ما این نیست که ما بریم یک کس دیگر از زیر زربین ببریم بگیم تو برستی ما خوب، نه. دقیقاً اصل موضوع ما همین است. وقتی که ما مبارزه میکنیم یقو حقوق شما است، حق شهروندیتان است، حق مدنیتان است، حق بیخی واضحاً در قانون صریح این حق بر شما داده شده و مطابق قانون اسلامی و مطابق قانون وضعی در هر دویش حقتان محفوظ است، هیچ کس نمیتونه. مگر قسمی که خودت ذکر کردی که ما نمیتونیم هویت دیگه با توهین تحقیر تحت تاثیر خود قرار بدیم. یکی کیا چی جنایت‌هایی را کردن در طول تاریخ، خیانت‌هایی که هست واضح هست. در اینجا بحث لایفی هست که ما میایم خیانت‌ها و جنایت‌های هر کسی که باشه والا هر کسی که باشه بیان میکنیم، از هویت دفاع میکنیم، مگر در اینجا توهین تحقیری هیچ وجود نداره. من از برادران من خواهش میکنم که برادرای عزیز من، یکی از اصول جوانمردی، اصول کاکگی، اصول عیاری و اصول مبارزه همی است که ما مبارزه را مردا میکنن، مگر در خانه‌های کسی داخل نشیم، به ناموس کسی توهین تحقیر نکنیم. این یکی از خواستهای ما به یکی از مبارزه است که دیروز هم مبارزه میکردم، امروز هم مبارزه فعلا هم دارم و در آینده هم خواهد داشت با گروه همجنسگرا. یکی از دمو لایفی که من بودم اموجا سخت خفه شدم، یکی دیگه پیام دیگرم که دیروزا سر دست میشه. من متوازی اگر چه خوبم نیست ما در لایف خودت موضوع را بگویم. یک تعداد آمدن که 15 میلیون دلار مچون چطورکایی خریده شده. برادرای ما با افتخارتان نیست، اونمون با بدلک زدن شما خریده شده بود دیگه. ارگانیزمتون کلش در پاکستان است برادر عزیز من. نبیاین دیگه گپا نزنین که باز ما این تو جوابتان میدیم. در هر صورتش ما میریم میگم بیا با اصول کاکگی و حیاری مطابق بر رسم و رواج ما مردم افغانستان مبارزه کن، با فامیل کس توهین نکن، بکش کشته شو، حق طبیعی. من در دیروزم در کنارت بودم، 20 چند سال است که من در کنارتان هستم، مگر روز یک دفعه گای جنرال گل بودینی تاپا میخورم، یکی بشکه زرد تاپا میزنه، یکی هر چیزی میزنه. اون دیدگاه هر شخص است. مثل خودت گفتیم ما با اون دیدگاه مشکل نداریم. دیدگاه اساسی اینجا است که اینمی مبارزه را بان برادران به شکل اصولیش پیش بره، تقویهش بکنین، تقویه بکنین، چی از لحاظ ادبیات، چی از لحاظ معلوماتی، چی از لحاظ هر چیز. و اینجا تفکیک بگذارین بین یک انسان با سواد و بی سواد. برادران یک چوپان میاد توهین میکنه، تحقیر میکنه، از هیچ گله نداریم. اگر جبلی بیاد به یکی بی احترامی بکنه، کلی صداش میکنه که جبلی مرد بود. تو یک انسان خودتان از جمله ژنرال‌های بسیار موفق و سربلند سرزمین ما هستین که شما یک شناخت شخصی و قبلی هم داریم. باور من رساندن به یک ملت بر آگاهی است. یعنی هیچ نوع دیگه نداریم. ما در قبال یک برادر پشتون هم اگر ظلم شود فردا ساختار در دست ما باشه استاد میشیم، صدای ما را بلند میکنیم که برادر در حق اینمی جوان ظلم شده، همین نباید صورت بگیره. ما ناراحتی‌های بسیار زیاد داریم، اصول تخصص مندی را نمیفهمیم، جامعه به یک شکل دیگه در حرکت هستند، میزان فقر زیاد میبینیم، کمبودی سواد بسیار زیاد است، فرهنگ‌های دیرینه و سنت‌ها و باورهای بسیار عمیق، کهنه و فرسوده متأسفانه ما را و به عنوان یک انسانی که در قرن 21 باید زندگی کنیم متمدن باشیم اجازه نمیده. اینمی باورهای قبیلوی، اینمی باورهای منطقوی، اینمی اصول و رسم و عنعنات و کلتور و فرهنگ‌ها و سنت‌های دیرینه هست. متأسفانه امروز هم ما در سرزمین می‌کردیم. یک ژنرال از یک سرزمین امروز در یک کشور بیاید مهاجر شو، یعنی چی؟ یعنی چی بکنیم؟ خودتان ما فردا بگیم بر فردا چه پلان دارید؟ چی باید بگید؟ چه باید کنین؟ تحصیل این کشور ندارین، زبان این کشور نمیفهمین، تخصص این کشور ندارین، ناراحت در این سرزمین هستین، قدر ندارین، عزت ندارین، هویتتان. خب اینجا میگید آلمانی، این زنده افغان ازت میگیره، زنده سرزمینت گم میکنه، اون طرفت میکنه، یک آلمانیستی. بنابراین ما تا رسیدن به یک نقطه‌ای که بسیار مهم است، به یک نقطه‌ای که بسیار حساسی است و بر ما شاید و باید و لازم است همین است که ما بر یک دیگر خود ما اجازه بدیم که یک راهکار به وجود بیاد بر مبنای اصول، بر مبنای راهکار، بر مبنای دید، بر مبنای مکتب، بر مبنای خط آزادی باور بر انسان‌ها در قرن 21 داده شد. وقتی ما آزادی باور خود داشتیم مشکلات ما حل میشه. باور افراطی در داخل سرزمین به نام افغانستان ایجاد میکنه. یعنی تعریف مشخص از دین وجود نداره. خب دین اگر امی است مردم ناراحت از دیگه باز با دین. نه، افراطیت است، دین نیست. برادر در دین ما اعتدال است، در دین ما برابری است، در دین ما انسانیت است، در دین ما اصول مشخص است که ما باید رو درک بکنیم. متاسفانه تعداد زیاد است، صحبت‌ها زیاد است. جبلی صاحب بزرگوار خیلی از اینکه لطف کردین آمدین. من میگم که موضوع دیگر هم یاور صاحب ذکر میکنم. دوستایی که میان در رابطه با لری میگن ما خود دیدگاه ما یکی است تا زمانی که پاسپورت تذکری وطن
نداشته باشه هم وطن من نمیشه. او بغل سیم خاردار است، پاکستانی هستی که بیرق سرشانید بگیری برادر، میگه لونگی بزنیم، از بیرق لونگی شما جور کردین، بیرق ما جور کردیم، یا واسه یادت است مقامیت بیرق ما جور کردیم، لوی جرگر ما اجرا کردیم، شما آورد امروز از اون کار جور کردید، از اون مچم واسکت به زنایتان جور کردید، از هر چیزی شما بهترامی زیادتر کنید. این که هر کس میگیره و بیرق گپ شلایده است، ما او را نه وطندار خود میدانیم نه از خود میدانیم. ما در بحث دیگه یاور بسیار موضوع مهم است. یگانه موضوعی که امروز در سطح میدیا بسیار جرب است موضوع خط دیورند است. ما دیروز هم گفته بودم در زمان جمهوریت هم و امروز هم میگم که امروز قوی ترین حکومت که تماما کابینه از یک قوم است، قوم پشتون ما است برادران، خفه نشین. اگر امروز نمیرن اون خط دیورند تصفیه نمیکنن دیگه با کدام روز ما یک اصطلاح داشتیم به روز مبادا 480 میلیون تجهیزات امریکا در دسترس قرار داره، هنوز هم آمدی لره بره گلمند ما کم گرفتی. برادر بریم مبارزه کنیم، بریم شما پیش. اگر من خواستم در کنارتان اگر میآورم نامت به خاطر آزادی وطن که شما جنگ نکرد ما ملامت هستیم. در صورتی که این میال باز هم از این لره بره در قرن 21 شما استفاده سوم جوانان را احساساتی میکنین، در بین خود ما وطندارا جنگ انداختین. ما پاکستان واقعا جنرال اضافه میکنم که تعداد زیادی از پاکستانی ها با فراگیری زبان پشتوی کلاههای سرخ آمدن رهبریت پشتونه ها را به دست گرفتن. در 20 سال 25 سال 30 سال 29 سال بیشتر ببرش از جنگ جلال آباد که آقای نجیب معلومات ندارن. این به شما یک دنگ مندازم. از اکثریت از اینها در رابطه با جنگ جلال آباد شما یک مقدار پرسان بکنید، معلومات ندارن، اصلا آگاهی ندارن، خردمندی ندارن، فقط اینا اونمو باورها و سنت های قبیلوی را. پاکستانی ها به نوین مختلف هوشیار هستند، رسیدن بفهمن چی بکنن. سیاست و طرح و پلانگذاری و برنامه‌های خودشون بسیار مقبول پیش میبرن. امیال هویت خیلی از انسان‌ها پاکستانی است. آمدن در داخل سوشال میدیا کلاگک سرخمان در لر بر یا افغان ها برادر پشتون. یک بار پیش خودت فکر کن کلاه بکش بان، کلاه بکش پیش روی بان، فکر بکن چرا ناراحت هستی، چرا بدبخت هستی، چرا بیچاره هستی. خب از او که یک برادر تاجیکی که تو دوش در بلندهای کوه به خاطر سرزمینت مبارزه میکنه، او بر نزدیکتر است، برادرت است، جسمت است، جانت است. درست؟ وقتی ما میگیم برادر کلان، حرف میزنیم از برادر کلان بودن از خودش یک مقدار اما جوف می داشته باشه، وزن می داشته باشه. امروز غیرت برادرای کلان آمدن برادرای کوچک پیش میبره، برش میگه که درب دانشگاه بسته است، درب مکتب بسته است، درب شبخانه بسته است، فردا خواهرت مریض میشه. شما ببینید آقای جبلی بزرگوار یک نجار هم که در جغرافی افغانستان جعل مرکب زندگی میکرد، امروز بنابراین مختلف کوشش کرد از جغرافیا بیرون شده. یک بانوی با سواد 7 سال درس خواندگی دانشگاه طب به نظرتان باقی میمونه؟ طبعا باقی نمیمونه. بنابراین ما با یک حالت مواجه میشیم که در اون سرزمین تخصصمندی کاملا زیر پا شده روان است. اصول افراطیت بر بناهای مشخص مدارس حقانیه دیوبندی ساختارهایش تنظیم شده روان است. این جغرافیا را کوشش میکنن که در انزوا ببرن. همین لحظه شما جنگ غلجایی و درانی را در های تاریخ بسیار به شکل واضح و آشکار می‌بینیم. امروز هم جریان داره. سران طالب از قسمت‌های ولایت یا آستان بلخ امروز آهسته آهسته کشیده روان هستند. خود حرفی که من 1.5 سال پیش برای جوانای پشتون صدا زدم که اگر فردا وضعیت در حال تغییر باشه، کسایی که با داوردهای غربی هستند بر غرب برند و کسایی هم که بر پاکستانی ها هستند برند به طرف پاکستان. شما یک قشر عظیم پشتون با برادرای عزیزی که تاجیک، ازبک، هزارت، ترکمن، قزلباش، پشایی هستند، با اینها چگونه مواجه میشین؟ اینا دشمنی های بسیار دیرینه، دشمنی های بسیار نامردانه.